به نام خدا. همراهان عزیز، قصه امشب روایتی است از عشقی که در دل تاریخ شعله‌ور شد. عشقی میان بانوی امیرزاده و شاعر به نام دلارام و غلامی ترک و جوان به نام توران. یه عشق پاک اما ممنوع. عشقی که تونست دیوارهای قصر و قانونهای خشک زمانه رو بشکنه، اما در نهایت به خون نشست. کجاوه بی سرنوشت. در شهر بلخ قصری بود پر از ستونهای مرمر، تالارهای بزرگ و پرده‌های ابریشمی. در میان آن شکوه دختری میزیست. دلارام، خواهر فرامرز امیر بلخ. زیبایی او زبان زد بود، اما آنچه او را متمایز می‌کرد هنر شعر گفتنش بود. وقتی لب باز می‌کرد و غزل می‌خواند، صدای نوازندگان هم ساکت می‌شد. حتی خادمان قصر پنهانی به گوش می‌ایستادند تا غزلاشو بشنوند. اما تقدیر همیشه از جایی شروع میشه که فکرشو نمی‌کنیم. یک روز دلارام توی ایوان نشسته بود و شعری زمزمه می‌کرد. باد موهاشو به بازی گرفته بود. صداش به گوش توران رسید. غلامی ترک، جوانی بلند بالا و شمشیر زن که نگهبان دیوارهای جنوبی قصر بود. او در میان سکوت و صبح ایستاده بود و شنید که بانو میخونه. دل اگر در قفس افتاد نگاه از پرواز نمیماند. صدا آنقدر لطیف و آرام بود که انگار خودش نسیم بود. توران ناگهان دلش لرزید. نمیدونست چرا، اما از همان لحظه دیگه نتونست آن صدا را از یاد ببرد. هر صبح وقتی دلارام شعر میخوند، نگهبان جوان گوش میداد. از دور میان ستونها و پرده‌های ابریشمی فقط سایه بانو رو میدید و با هر بیت شعرگویی جانش به لبش میرسید. کم کم نگاهشون به هم گره خورد. یک روز که دلارام دفتر شعرش رو روی میز گذاشته بود و به آسمون نگاه میکرد، توران در گوشه حیاط قصر بود. باد ورقهای دفتر شعر رو روی زمین انداخت. او به سمت دفتر رفت. برگه‌ای برداشت، نگاهی به شعر کرد و بی اختیار خوند: ای که در بند مقامی، چه دانی از دل آزاد. وقتی دلارام نزدیک شد، نگاهشون برای لحظه‌ای به هم گره خورد. عشقی در دلشون رد و بدل شد که تا آخر عمر در دلشون موند. اما هیچ عشقی توی قصر نمیتونه برای همیشه پنهون بمونه. یکی از کنیزان قصر که از زیبایی و مقام دلارام دلچرکین بود، آن دو را زیر نظر داشت. شبی در خفا ایستاد و شنید که دلارام شعری میخونه و در شعرش از ترک دلربا میگه. لبخند تلخی زد و گفت این راز یه روزی کار دستش میده. خیلی طول نکشید که این زمزمه ها به گوش فرامرز برادر دلارام رسید. فرامرز مردی سختگیر، مغرور و خشن بود. برای او نام و آبروی خاندان از هر چیزی بالاتر بود. اولش باور نکرد. مگه میشه خواهر امیر دل به غلامی ببنده؟ ولی وقتی خودش اشعار خواهرش رو شنید، دیگه شک نداشت. غیرت و خشم وجودش رو گرفت. فریاد زد: غلام را چه به عشق امیرزاده، این ننگ را نمیپذیرم. برای فرامرز این عشق لکه‌ننگی بود بر خاندان. اون شب دلارامو توی حجره‌ای تاریک سرد زندانی کردن. دیوارهای سنگی، پنجره کوچیک و سکوتی سهمگین. سهم دختری شد که روزی در تالارها با افتخار می‌درخشید. اما دلارام تسلیم نشد. هنوز شعر میگفت. به ندیمی که براش آب می آورد پنهانی گفت: برو به توران بگو اگر جانم را هم بگیرن عشق از جانم جدا نمی شود. شب بود، سکوت همه جا را فرا گرفته بود. اما بیرون قصر توران مثل سایه پرسه می زد. یک دفعه از دل سکوت صدای زمزمه دلارام را شنید که سرشار از عشق بود. توران دست به شمشیر بود و زیر لب گفت: اگر بهش آسیبی برسونن، خون زمین را پر خواهد کرد. چند روز بعد فرامرز دستور داد توران را به سیاهچال انداختند.
عشقی که با یک نگاه شروع شد، حالا به رسوایی بزرگی در دل قصر بلخ تبدیل شده. برادر خشمگین، خواهر زندانی و غلامی که عشقش را چون آتشی در سینه پنهان کرده. اما قصه دلارام و توران تازه به نقطه خطرناک خودش رسید. بعد از روزها زندانی کردن دلارام و توران، فرامرز مشاورانش را به تالار فراخواند. نگاهش سنگین بود. صداشو پایین آورد و گفت: گاهی ناچار با زمانه کنار بیاد. من خون توران را نمیریزم. آن دو را به ازدواج هم در میارم. اما کاری میکنم هیچ وقت نگاهمون به دلارام نیفته. نه نگاه من، نه نگاه هیچ کس دیگه. مشاوران سر تکون دادن، اما در دلشون میدونستن این حرفها بوی توطئه میده. چند روز بعد توران را به حضور فرامرز آوردن. فرامرز گفت: مرا با عشق سر جنگ نیست. حتی عشق یک غلام به خواهرم. به پدرم قول دادم خون کسی را نریزم. پس شما با هم ازدواج میکنید، اما بعد از آن هر دوی شما از بلخ رانده میشوید تا همیشه در کنار هم باشید. توران ناباورانه زانو زد، اشک در چشمهایش حلقه زد و گفت: امیر، جسارتم را ببخش. میدانم غلام را حق نیست عاشق امیرزاده‌ای شود، اما کار دل است و سپاس که نگذاشتی کار دل به خون کشیده شود. خبر مثل برق در شهر پیچید. عروسی دلارام و توران. بلخ را آذین بستند. کوچه ها پر شد از پرچم و چراغ. مطربان به میدان آمدند. مردم شادی می کردند. برای عروس داماد در یکی از شبستان‌های قصر حجله ساختند، آکنده از جواهر گلبرگ. اما زیر این همه رنگ و شادی رازی شوم نهفته بود. صبح روز عروسی مشاطگران مشغول آراستن دلارام بودند، اما به دستور فرامرز هیچ کدام اجازه نداشتند در خزینه به بدن او دست بزنند. دلارام خوشحال شد. برای اولین بار کاری از برادرش را پسندید. با آرامش وارد آب شد، ولی خیلی زود آب داغ و داغ‌تر شد. بخار غلیظ فضا را پر کرد. وقتی خواست بیرون بره، دید در را با خشت و سنگ بستند. ضربه زد، فریاد زد، اما فایده‌ای نداشت. حرارت نفسش را برید. آخرین کلامش را زمزمه کرد: مرگ پاک شایسته عشق پاک است. در همان زمان توران را هم به گرمابه مردانه فرستادند. او هم مثل دلارام گرفتار شد. دیوار بسته، بخار خفه کننده، حرارتی کشنده. شهر در شادی رقص غرق بود، اما دو عاشق در خفا در آتش عشق می‌سوختند. غروب مأموران فرامرز دیوارهای گرمابه را شکستند. پیکر بیجان دلارام و توران را بیرون آوردند. لباسهای عروس و داماد را بر تنشان کردند و بر تخت روان خواباندند. کجاوه‌ای آراسته آماده شد. کاروانی کوچک میان هلهله و ساز آواز مردم از شهر بیرون رفت، اما نه به حجله عشق که به گورستان تقوی. مردم تا صبح پایکوبی کردند، غافل از آن که به جای جشن عروسی در عزای بزرگ شرکت کردند. فردا صبح وقتی حقیقت برملا شد، بلخ در سکوتی سنگین فرو رفت. همه می دانستند امیری که عشق را چنین بیرحمانه به خاک سپرد، دلش از سنگ است، سخت‌تر از خارا. به این گونه قصه دلارام و توران به پایان رسید. عشقی که می‌خواست دیوارها را بشکند، خودش در دیوارهای سنگی زندان شد. او ثابت کرد حتی وقتی تن در آتش می‌سوزد، عشق پاک جاودان است. میگن بعضی عشقها نمیمیرن، فقط شکلشون عوض میشه. به نظرت حق با دلارام بود یا تقدیر؟ برام تو کامنت بنویس. و اگه میخوای قصه های بعدی رو از دست ندی، عضو دفتر قصه ها شو و با زنگ منتظر قصه بعدی دفتر قصه ها باش.